پیش از پخش تیتراژ قسمت دوم سریال هیرامندی فلشبکی داریم به جوونیای ملکه جان که خواهرش ریحانا نفر اول قصر بود و به ماساژ دادن ملکه جان ایراد میگیره و قضیه فروختن بچهش رو یادآوری میکنه و میگه در ظاهر مثل شیشه هستی ولی در باطن عین سنگ، چون بچت رو فروختم ولی نشکستی. و در این بین وقتی از پاسخ ملکا متوجه میشه اون با 2 نفر ارتباط داره و اتفاقا نفر دوم ذوالفقار نوابی است که فقط با خودش در ارتباطه، تنبیه سختی رو برای ملکا در نظر میگیره، خصوصا وقتی که فهمید ذوالفقار پدر عماد هست. اگه قسمت‌هایی از این بررسی برای شما مفهوم نیست، پیشنهاد میکنم بررسی قسمت اول این سریال رو از لینک بالا ببینید. تنبیه ریحانا برای ملکا این هست که اونو به یه فاحشه خونه بفرسته و جایگاه اون رو از طوائف به فاحشه تنزل ببخشه و با کینه و تن میگه که اونجا با روحیت جور در میاد چون مردان زیادی میرن و میان. راستی تا چند میتونی بشماری؟ و ملکا در عمل به اون نشون میده با گذاشتن متکا بر روی صورتش و شمردن تا 12 که برای خفه کردن اون کافی بود. در این لحظه ذوالفقار صاحب برای صحبت با ریحانه وارد اتاق اون میشه و صحنه قتل رو میبینه که حتما شما هم مثل من یادتون اومد که این نواب در قسمت اول بعد از 25 سال هنوز با ملکه جان در ارتباطه. ذوالفقار به خاطر عشقی که به ملکا داره شریک جرم اون میشه و با ایده ملکا اون رو به لوستر آویزون میکنن و ملکا داد میزنه که آی هوار، خواهرم خودکشی کرده. در بازداشتگاه ذوالفقار صاحب با پرداخت پول هنگفتی پرونده قتل رو از انگلیسی ها میگیره و ملکا رو آزاد میکنه. پس از تیتراژ سریال حال و هوای هیرامندی لاهور رو میبینیم که حکومت نظامی برپا شده، برق قطع شده و اهالی قصر شاهی محله با چراغ نفتی به قصر روبرویی یعنی خوابگاه قصر ریحانا میرن چون سالگرد مرگ اون هست. ملکه جان از همه میخواد دعا کنن و خودش با این نفرین که الهی هیچ وقت بهشت رو به چشم نبینی اون رو دعا میکنه، آرام بدون اینکه کسی بشنوه، ولی ظاهراً این دعای همیشگی اون هست. میگه خدا رو با این دعای همیشگیم خسته کردم. وحیده رو حتما یادتون هست، خواهر ملکه جان که در قسمت اول سریال بخشی از درآمد بیبو جان رو از محفلش به جیب زده بود. ایشون قصد داره از این فرصت حضور در قصر ریحانا استفاده کنه و از ملکه جان میخواد کلید قصر رو بهش بده تا حضور یا خانم این قصر بشه و در مقابل پاسخ منفی خواهرش میگه که سالهاست به هم وعده میدی و عمل نمی کنی و داد و بیداد راه میندازه. در سکانس بعدی لاجو رو میبینیم که جلوی آینه نشسته، آراسته و آماده برای رفتن به قرار با زورآوری که فقط در خیال اوست. در واقع با نوشیدن مشروب و غرق شدن در توهم این که با زورآور در کافه قرار داره، براش ساری خریده، انگشتر قیمتی زمرد ایرانی و حتی هواپیمای 2 نفره خودش رو آرام میکنه و نهیب زدنهای خواهرش به بوجان هیچ تأثیری در اون نداره. در این سکانس سایما پیش خدمت عالمزب که با هم دوست هستن و سر و سر زیادی دارن اومده برای ملکه جان و دختراش عطر جنت الفردوس بخره. تاجدار که در معرکه درگیری نیروهای پلیس انگلیسی و انقلابیون عالمزب رو محافظت کرد، از او یک دستمال منقش به حرف عین و معطر به عطری خاص در خیابان جایی که ایستاده بود به دست آورد و حالا اومده پیش این آقای عطر فروش که شاید بتونه از این طریق نام و نشانی از عالمزب به دست بیاره که البته نتیجه‌ای نمیگیره. پیشخدمت دستمال رو میبره به عالمزب تحویل میده و قضیه رو براش تعریف میکنه. وحیده نسبت به جوانی و زیبایی دخترش بسیار حسادت میورزه و رفتارهای جنون‌آمیزی باهاش داره و چون ترس از سکه افتادن خودش رو داره از دخترش میخواد
اون رو خواهر صدا کنه و نه مادر. لجو بیقرارتر از این هستش که حادثه افتادن لوستر که میتونست موجب مرگش بشه جلوی اومدنش به کافه و دیدن زورآور رو بگیره. زورآور در کافه صحبت با نامزد پول دوستش صبا که اون هم نوابزاده است رو قطع میکنه، به سمت لجو میاد و بهش میگه که به زودی با صبا ازدواج خواهد کرد و اونو از کافه میندازه بیرون. آخه به صبا گفته بوده 2 ماه نرفته هیرامندی و با هیچ طوایفی ارتباط نداشته. ملکه جان عالمزب رو با کلی جواهرات جدید بر روی صندلی نشونده و از دیدنش لذت میبره، ولی عالمزب معذبه و برای بیرون آوردن اونا ثانیه شماری میکنه. ملکه جان ازش میخواد در اولین مجرا از اونا استفاده کنه، در حالی که جواب عالمزب رو که میگه من این کار رو نمی کنم به هیچ میگیره و از اتامکاشی جواهرساز میخواد اگه چیز جدید دیگه ای داره به اونا نشون بده. در میان چیزای جدید الماسی روسی نظر لجو رو جلب میکنه، اما اتامکاشی میگه که اون فروخته شده به زورآور برای همسر آیندهش و اینجاست که خبر ازدواج زورآور به بوجان و بقیه رو شوکه میکنه. لجو میگه خبر داره و قراره برای اجرا بره عروسیشون بخونه و برقصه. لجو با آرایش مخصوص یک عروس برای رقصیدن و آواز خوندن به جشن عروسی زورآور میره. شروع رقصش با اهانت انداخته شدن یک کیسه سکه از سوی زورآور به جلوی پاش همراهه و در ادامه با شاباش یعنی اسکناس پاشیدن بر روی او. لجو همه اینا رو تحمل میکنه و باز هم قصد نزدیک شدن به زورآور داره و در نهایت با سیلی محکمی از سوی اون مواجه میشه و در این لحظه است که ملکه جان از راه میرسه و از زورآور عذرخواهی میکنه و میگه لجو وقتی 6 سالش بوده عمش اون رو به قصر آورده و اونو به من فروخته و من بزرگش کردم. به همین خاطر هر اشتباهی ازش سر بزنه مقصر من هستم که اونو اینجوری تربیت کردم و بزرگترین اشتباهش اینه که طوایف نباید عاشق بشه. زورآور جواب میده عذرخواهی شما رو میپذیرم و حالا از اینجا بریم. ملکه جان در ادامه میگه اول لازمه شما از لجو عذرخواهی کنی به خاطر اهانتی که در این جمع به اون کردی. زورآور بهش بر میخوره که من یک نوابزاده بیام و از یک طوایف عذرخواهی کنم. باد به غبغب انداختن زورآور در افتخار به اصل و نسبش و اهانت‌های مکررش به لجو ملکه جان رو به گفتن یک حقیقت وادار میکنه و خطاب به اون میگه تو یک نوابزاده نیستی، تو در میان کسب و کار طوایف دنیا اومدی، تو فرزند نامشروع ملکه جان هستی. وقتی یک شیرخواره‌ای بیش نبودی تو رو از آغوشم رو بودن و به مامان و بابات فروختن. لجو با دلی شکسته همراه مادرش سوار کالسکه راهی خونه میشه. اونقدر مشروب می نوشه که حالش بد میشه و با یک ترمز ناگهانی کالسکه و در پی اون افتادن جان به جان آفرین تسلیم میکنه. لجوی بیجان رو وارد قصر میکنن. پابند و تمام زیورالات اونو یکی یکی از سر و دست و پای لجو در میارن و به ملکه جان تحویل میدن. همگی از جمله ملکه جان مشکی پوشیدن و در میان حقحق بقیه ملکه جان میگه این آخر و عاقبت عشق ورزیدن یک طوایف هستش. طوایف با مردن آزاد میشن. او خطاب به همه حاضرین میگه برای آزادی سوگواری نکنیم، ما جشن میگیریم. سرش رو سمت جسد لجو میچرخونه و میگه لجو آزادی مبارک و در ادامه شروع میکنه به رقص سما با همراهی تعدادی از دختران و همزمان همه حاضرین شعر و این آهنگ که ما آزادی میخوایم سر میدن. ملکه جان وسط قرار میگیره، ژست سینه زنی میگیره، سینه میزنه
و به رقص سما و چرخش مداوم ادامه میده. صحنه تشییع زنانه صحنه تأثیرگذار هست و حس عجیبی به بیننده منتقل میکنه. همه برای تشییع لجو راهی خارج قصر میشن و ملکه جان برای بدرقه دخترش در میان درب ورودی قصر ناراحت و پر از غم ایستاده و درست لحظه‌ای که قصد برگشت به داخل قصر رو داره، در میانه جمعیتی که در حال رفتن هستند کسی رو میبینه که در حال اومدنه. ما به عنوان بیننده شاید فکر کنیم این روح ریحانه خواهر ملکه جان باشه که به سمت اون میاد، اونو در آغوش میگیره و تسلیت میگه. اما با شنیدن این سوال که منو شناختی و پاسخ ملکه جان که میگه عین خواهرم ریحانه هستی با همون چشم و چهره. بله، فریدن دختر ریحانه که شب کشته شدن مادرش از پنجره شاهد حلق‌آویز بودن اون بود و ملکه جان در 9 سالگی اونو فروخت. حالا با این جمله که برای تشییع یک مرده اومدم و قول میدم با تشییع یک مرده دیگه برگردم، قصدش رو از انتقام و پس گرفتن حق و حقوقش اعلام میکنه.